انس ابن مالک رضی الله عنه میفرماید جناب پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در مسجد موعظه میکرد. مرد داخل شد گفت یا رسول الله، همه احوال ما بد شده است، حیوانات ما از تشنگی را میمیره، بر ما دعا که خداوند بر ما باران بده. رسول الله صلی الله علیه و سلم با محبتی که دعا کرده بود، حال اون مرد از مسجد خارج نشده بود که بارون رحمت پروردگار در ریختن زد. میگه همچنان باران بارید که همه سیراب کردن. بعدا بعد اومد شکایت کرد، رسول الله صلی الله علیه و سلم دعا کرد که خدای مهربان بارون به زمینه های ما نصیب گردان، از بالای ما دور کرد. دیگه بار رسول الله صلی الله علیه و سلم دعا کرد. انس میگه وقتی از مدینه بیرون میشیدیم بارون در گرد مدینه بود. به همین خاطر این دعایی هست که اللهم سیبا نافعا، این دعایی هست برای باران. به همین خاطر شما هم هر وقتی که باران خداوند میبارد دعا کنه که خدای مهربان همین بارون منفعتناک برای ما بگردانی الله. به خاطر که باران هم میریزه برای غضب الله میریزه، باران میبارد که برای رحمت پروردگار میبارد. به خاطر که غضبش ایه که وقتی هم باران سخت میبارد که همه جا چکو میکنه ضرر میبینن، این را باران آفتی میگن. و با بارانی هست که میده میباره، همه زراعت ها از اون چکو میکنن آب می نوشن، همه باد هوا تازه میشه. به همین خاطر هر کجا که باشه وقتی که خداوند برای شما که بارون داد چکو کنید دعا کنید که اللهم سیبا نافعا، خدای مهربان همین بارون برای ما بارون منفعتناک بگردون، نه اون بارونه که همه جا را چکو کنه آفت بیاره و همه ما را چکو کنه با ویرانگی بره. به همین خاطر این دعا را برای خود تصمیم بگیره، هر کجا که باشد دعا کنه که خدای مهربان بر ما و شما باران رحمت بده.